بچه امروز من با ویدیوی دیگه که بچه ها من میخوام بهتون آموزش بدم چجوری بتونین یه دونه در مخفی طور درست کنین. لازم من اینجا بکنم کل اینجا رو. لازم بچه باید بیشتر باشه. چیکار من اینا دارم؟ من چیکار دارم؟ بچه این چه یه ذره بچه توی ویدیو قبلی چه بچه ذرم اینجوری چه میزنم بالا میره پایین، میزنم پایین میره بالا. الان همه بچه تو کامنت ها میزنن چقدر عجیب. و هم بچه یه خونه درست کنی شلش کرد. بچه 2 نفری می اومدم الان راحت کمکم میکرد. دارم کجا الان درست کنم؟ اشکال نداره. ای کاش بچه یه کامنت میزدم کل این فضای صاف میشد. هی نمیشه کامنت زد. نمیشه کامنت زد. بله بچه. نه بچه الکی گفتم امروز قراره یه کاری کنم. بچه یه لحظه بچه من اینجا بریسم. سلام بچه بازم ویلکم اسلش ویلج چجوری می‌نویسن؟ اسلش ویل بچه ها یه مود زن اینجا هیچی نمیاره. درست هم میسن گیم مود سوروایر. بچه بعد ادامه رو زدم. کلنگ چی بهش میگن؟ کلنگ درایتی بهم داد. بچه این تو سوروایول کار میکنه؟ نه بچه کار نمیکنه. اون برای کریتیوه. میشه پرواز کرد. چرا برم اینجا سنگ رو بکنم. سنگ میخوام سنگ رو بکنم. سنگ رو بسیار بکنم. سنگ رو میخوام بکنم. شدن گیم مود سوروایو. میخواستم بچه بدن گیم مود چی بشه یعنی اسپکتور. گیم مود اسپکتور میخواستم بزنم بچه. اسلش ویل اسلش ویل گیم مود سور اسپکتور
تورات اینجا قرمز زدم، همه چیش قرمز میشه. ول کن بچه. پک تور بچه زدن گیم مود اسپکتور. نمیدونم بچه چرا زد قرمز ولی چه اسپکتور شدم. حداقل بچه آموزش برویم بچه. بچه اصلا شوخی کردم بچه، بذار آموزش بدیم. مثلا اصل ماجرای یادم رفت. بچه انداختم عیب نداره. اما بچه مثلا میخوام یه خونه خوشگل میشگل اونور درست کنم. یه لحظه چه ببینم اینجا مختصات چقدر. چه مختصات رو نزدم. هلو چه سورای بزن کریکی. اینجا بچه منفیه. بچه اینجا 32 65 منفیه 1503 درسته. اینجا منفیه اینجوریه. کاش میتونستم کامنت بزنم. هیچ ویلیج ایول بچه تو خونه ویلیج رو میخوام بسازم. از چه آیتماش رو بیارم. سینگ میخوام. چی بهش میگم. همه اینا رو وایسای پاک کنم. میخواین دیزاین خونه مخفیمون رو بیارم. اونجا چه چست میخوام با کلیم الماس. کل الماس. زغال چرا میارم؟ زغال به چی دردم میخوره؟ نمیدونم. بچه این شیدر پک ها بچه میتونی تو ویدیو بعدی تماشا کنیم. بچه دو تا میکنین. سینگو میذارین. هیچی روش نمی‌نویسین. فقط همینطوری سینگ. 2 تا سینگ میاین اینجا شیفت رو میزنیم رو اون سینگا تابلو رو میذاریم. الان چی میشه؟ ازش رد میشید. کیفتی کرده چی؟ توی 2 آیتم میشه یه از اینا درست کنی. حال میکنی کلا. من چی آموزشی میدم؟ باشه من اینو زدم. من در مخفی بچه خراب کرده. بچه یه بار میای این ور سینگو میزه. بچه اگه نشد بچه بزرگش آورد بیاین بچه یه ذره دورش دیوار بچینین. دور تا دورش. ولی بچه اینجا درست میشه. 3 2 1 درست شد. همه اینا رو ول میکنیم. اجازه بچه ها. ببین بچه آیتم دستم باشه. بچه اینو تو ویدیو قبلی هم توضیح داده بودم. چه ویدیوش نگاه کنید. خیلی بچه باحال بود.
همینجا کمکم میکردین اصلا بچه این کمک داره. یعنی بچه هر چی روش بزنی همون آیتم رو برات میاره به جز واتر و فیر تانکر اسم این هیچ وقت یاد نمیگیرم چرا اسم این کله پوش و آرپنسیل لاوا بچه همینه فکر کنم نشه. آرپنسیل لاوا اسم اصلش بچه لاواه. بله بچه جایی که بچه میخواین درست کنین تو ویلیج بود حتما بچه اون دیوار از این چیزاشو بپوشین. نمیدونم اسمشون چیه. چقدر سخته بچه اینجوری درست کنیم. واقعا بچه سخته. زندگی سخته. زندگی سخته بچه. شما ما سخت نیستیم. همش بچه ویدیو جدید میذارم بچه. یه سابسکرایب بزنید. بچه کوچولو شما دیگه خلاقین برای بچه زمین فلت درست کنین. یعنی چرا فلت؟ یعنی صاف. شما دیگه بلدی من بلد نیستم. بچه یه روز یاد میگیرم. چجوری الان من دارم میبینم اینجا همش سخته نمیتونم. بله بچه اینا نزنیم اسقر نیاد بچه چون اسقر خیلی پولکی. اینجا بچه خونی اسقره هم. خب بچه چند تا دیگه هم تابلو اینجا بذارم. تابلو رو من چرا الان دیلیت کردم نمیدونم. تابلو این بر میداره؟ آره بچه بر میداره. خونه اسقر سری بچه بگم اینجا چرا خونه اسقرش هم من دادم نه یا یه دفعه شک کنه. خدا فیس اسقر بچه هم میگم بچه من اصلا اینجا نبوده. خب بروم خونه بروم خونه بروم خانه بروم خانه بروم خانه بروم خانه. این تابلو اینجا تیکال میکنه. این هم اینجا تیکال میکنه. یه لحظه برم ببینم این تابلو اینجا چی میشه. این تابلو خیلی بچه مشکوک میزنه. از بروم بچه تو چیست؟ برای چش من پولر میگم همه شو باش برای چیپ چوب پوفک بخورم. برم به داشتم خونه ندارم. سلام داداش. سلام چطوری؟ من خوبم تو چطوری؟ ویلیج خوش میگذره؟ آره. برم تو خونم چیه تابلو؟ وای فهمیدم. نه هیچ از گوش میزنی ها. اونجا پول بود. وای فهمید. صدا شده نمیرم. بابا چی صدا شدن نیارم؟ هیچ صدایی در نیست.